به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همراهان آکادمی پارس گلد. در خدمت شما هستیم با یک ویدیو در رابطه با اخبار اقتصادی و اخباری که شما باید هر روز اونها رو دنبال کنید و واجب بر هر تریدر و معامله‌گری که اخبار روز رو بیاد و اول هر روز، دقت بفرمایید، اول هر روز در حد 2-3 دقیقه بیاد اون اخبار اقتصادی و مهم مربوط به اون روز رو بیاد بررسی کنه و ببینه که این اخبار چه ساعتی هستن و چه تأثیری احتمالاً روی بازار خواهند داشت. ما برای در واقع بررسی اخبار در بازار مزنه و بازار اونس جهانی از وبسایت فارکس فکتوری استفاده میکنیم که آدرسش رو هم مشاهده میفرمایید که یک وبسایت کامل هست در رابطه با اخبار اقتصادی و اخبار مهم که در سراسر دنیا اتفاق میفته و بر کل بازارهای مالی تأثیر خواهد گذاشت. خب ببینید، اولین کاری که میکنید وارد وبسایت فارکس فکتوری بشید. ما میخوایم ببینیم که چطور باید بریم اخبار رو رصد کنیم، چه نکاتی داره و چطور بیام از این وبسایت استفاده کنیم تا معاملات خودمون رو به بهترین حالت ممکن انجام بدیم و حالا جلوتر خدمتتون عرض میکنم به نوعی نباشه که این اخبار روی معاملات ما تأثیر منفی بذارن و باعث ضرر کردن ما در بازارهای مالی بشن. خب ببینید، وقتی که وارد وبسایت فارکس فکتوری بشید، اولین کاری که کنید، حالا چه با کامپیوتر چه با گوشی موبایل هستید، بیاید از این قسمت کرییت اکانت، بیاید یک اکانتی رو برای خودتون که کاملا رایگان هم هست در وبسایت فارکس فکتوری بیاید یک حساب باز کنید تا تغییراتی که روی این وبسایت قرار هست با هم بریم و انجام بدیم رو دیگه نخواهید مجددا بیاید اونها رو هر سری اون تغییرات رو ایجاد کنید، روی اکانت خودتون سیو میشه. خب گزینه کرییت اکانت رو ما میزنیم. ببینید اینجا یک یوزرنیم برای خودتون انتخاب میکنید، هیچ فرقی نداره، هر چیزی میتونه باشه، مثلا من میذارم بهنام 123 به عنوان مثال. خب اینجا نوشته شده که در دسترس نیست، حالا خب این در دسترس هست و این رو هم خدمتتون عرض کنم که وبسایت فارکس فکتوری در حال حاضر فیلتر نیست، ولی اگر فیلتر بود خب مجبور هستید از VPN استفاده کنید برای اینکه وارد این وبسایت بشید. خب گزینه پسورد، بخش پسورد رو داره و بعدش مجددا پسوردتون رو وارد کنید، پسورد دلخواهتون رو. ایمیلتون هست اینجا وارد کنید. تریدینگ فرام رو بهتون میگه که از کدوم کشور میخواید از این وبسایت استفاده کنید. ما ایران رو میزنیم، این گزینه رو تیکش رو بزنید و کرییت اکانت رو بزنید و بعدن که اکانتتون ساخته شد، هر موقع که وارد وبسایت شدید از این بالا گزینه لاگین رو کلیک میکنید. این بالا یا یوزرنیم یا ایمیلتون و پسوردتون رو که وارد کنید و گزینه لاگین رو بزنید دیگه وارد اکانت خودتون میشید. خب من این کار انجام میدم. بسیار خب، من وارد اکانت خودم شدم. از این به بعد من زمانی که وارد وبسایت فارکس فکتوری بشم، اینجا ببینید اسم من این بالا میاد و دیگه هر تغییراتی که انجام بدم روی اکانت من ذخیره میشه. خب بریم سراغ این که اصلا این وبسایت چه نکاتی رو به ما نشون میده و به چه استفاده‌ای برای ما خواهد آمد. ببینید، مهمترین بخشی که این وبسایت داره این جدولی هست که اینجا وجود داره. اینجا رو دارید مشاهده میکنید، این جدولی که اینجا هست. اینجا شما حتما اولین کاری که باید انجام بدید باید ساعت منطقه خودتون رو ست کنید که با ایران همخوانی داشته باشه. برای این کار توی همین جدولی که این اخبار دلار و نمیدونم پوند و JPY و اینجور موارد هست، این ارزها هست، بیاید روی این گزینه ساعت رو میبینید. اینجا الان ساعت سیستم من 11:25 دقیقه به وقت ایران هست، ولی اینجا ساعت رو زده 2:55 دقیقه بعد از ظهر، پس یکسان نیست چون با منطقه ما یکسان نیست. روی این یه دونه کلیک بفرمایید. تو این صفحه که باز میشه ببینید الان بر روی کانادا هست، این رو بر روی تهران بذارید تا اخباری که به شما نمایش میده به ساعت تهران باشه ساعتش و همین گزینه سیو ستینگ رو میزنیم. از این به بعد این بر اساس تهران نمایش داده میشه. ببینید با ساعت سیستم من یکسان شد و حتما قبل از اینکه این
اخبار رو بررسی کنید ببینید که یک نگاهی بندازید که این ساعت با ساعت حال حاضر ایران یکسان باشه. خب توی قسمت دیت اومده روزش رو نوشته که امروز سه‌شنبه 18 نوامبر هست و این اخبار امروز هست، ولی چون که الان ساعت 11:26 شب و در واقع انتهای روز هست، این اخبار ساعتشون به رنگ طوسیه، یعنی این اخبار از تایمشون گذشته. و اگر بخوایم روزهای آینده رو نگاه کنیم خیلی راحت اینجا میتونیم بزنیم روز بعدی. ببینید 19 نوامبر چهارشنبه اومد، اخبار پس فردا میشه اخبار 3 روز آینده، 4 روز آینده و الی آخر. خب ما میگیم مثلا اخبار فردا، چون که امروز پایان روز هست و به کار ما نمیاد، اخبار فردا رو میخوایم بیایم و بررسی کنیم. به عنوان مثال الان ساعت 10 صبح هست، من وارد این وبسایت شدم، میخوام ببینم که اخبار امروز چه اخباری هستن. خب ببینید برای بازار مظنه و اونس جهانی شما باید اخباری رو نگاه کنید که روی دلار تاثیر میذاره، یعنی این قسمت کارنسی یا همون ارز بر روی USD باشه، بر روی USD باشه. خیلی خب ببینید ارزهای مختلفی داره، ولی ما USD هایی رو مد نظر قرار میدیم که ایمپکتشون، میزان اهمیتشون به رنگ قرمز باشه. ببینید الان اینها زرد، این قرمز. الان در بین همه اینها این اخبار برای ما خیلی مهم هست. چرا؟ چون که اول که بر روی دلار هست و بعدم اینکه تأثیرش، ببینید رنگ قرمز، اهمیت اخبار زیاد هست. حالا چیکار کنیم که این همه صفحه ما شلوغ نباشه هر روز و صرفا فقط اخبار مهم رو ببینیم؟ اینجا گزینه فیلتر رو مشاهده میکنید سمت راست، این رو شما بزنید، بیاید اینجا اون اهمیت رو فقط گزینه قرمز رو روشن بذارید و این کاری به این در واقع نوع اون اخباری که داریم کاری باش نداریم. توی قسمت ارزها میایم تیک همه رو خاموش میکنیم بجز گزینه دلار USD. حالا گزینه اپلای فیلتر رو که ما بزنیم میبینید که فقط یه دونه خبر مهم داریم که ما واسمون مهم هست. توی روزهای بعدی هم که بریم فقط این USD های قرمز رنگ رو برای ما نشون میده و خب کارمون رو خیلی سریعتر و راحت تر میکنه. این از این مورد. حالا اجازه من اینها رو تیکش رو بزنم که اخبار مختلف رو شما مشاهده کنید. مورد بعدی اینجا هست که توضیحات اون اخبار رو برای ما نوشته. خب ببینید به انگلیسی هست، شما اگر معنای این اخبار رو متوجه نمیشید خیلی راحت با مرورگر کامپیوتر یا گوشی موبایلتون این 3 نقطه رو که شما بزنید، گزینه ترنسلیت رو اکثر مرورگرها دارن، این ترنسلیت رو بزنید از انگلیسی به فارسی. اینجا شما ببینید کل سایت برای ما به فارسی تبدیل شد و تمامی این اخبار، ببینید اینها شاخص بهای مصرف کننده نهایی هسته حالا سالانه، شاخص CPI هست، حراج اوراق قرضه 10 ساله هست و موجودی نفت خام. این اخبار رو برای شما به فارسی میاره و این گزینه جزئیات رو که شما بزنید توضیح میده برای شما که هر خبر عنوانش چی بوده، منبع اون خبر چی بوده، چه اقداماتی تو اون اخبار قرار صورت بگیره، چه اثری داره به صورت حالا تقریبی روی اون ارزی که اون خبر داره منتشر میشه، فرکانسش هر چند وقت یک بار این خبر معمولا منتشر میشه، زمان بعدی انتشار همین خبر مشابه چه تاریخی خواهد بود و سایر موارد که ببینید اینها بیشتر برای اون عزیزانی هست که به صورت فاندامنتال و روی خبر میان معامله انجام میدن. ما فقط صرفا برای اینکه بدونیم که چه ساعتی خبر مهم داریم برای ما کفایت میکنه. اجازه بدید من این سایت رو همون انگلیسی بذارم. خب پس این گزینه دیتیل جزئیات خبر رو مینویسه. گزینه اکچوال فورکست و پریویوس به شما میگه، پریویوس میگه مقدار قبلی این شاخص چقدر بوده، مقدار الانش یعنی چقدر هست، و مقدار فورکست مقداری که براش پیش بینی میکنیم بعد از این خبر، مثلا این خبری که قرار هست اتفاق بیفته روی شاخص دلار مقدار بعدیش چه خواهد بود. ببینید از 49 پیش بینی میشه که بشه 125. زمانی هم که اخبار تاریخش بگذره و اخبار منتشر بشه مقدار واقعیش مشخص میشه. حالا اینجا ببینید من روز قبلش که بیام نگاه کنم این اخبار ببینید ساعتشون به رنگ طوسی، یعنی ساعتش گذشته و اخبار منتشر شده.
اینجا ببینید برای مثلا این مورد گفته بود که مقدار الانش 279، حالا هر خبری که هست، پیش بینی کردیم که بشه 265، یعنی کاهش پیدا کنه، و مقداری که بعد از انتشار این خبر رخ داد شد 233. پس یعنی پیش بینی درست بوده، کاهش پیدا کرد، حالا به اون مقدار نرسیده، به یک مقدار دیگه رسیده، ولی خب کاهشش رو درست پیش بینی کرده بودن و بعضی موقع هم اشتباه از آب در میاد. اینجا هم ببینید مقدار فعلیش -1.3% بوده، پیش بینی کردن که بشه 1.4%، دقیقاً شده 1.4%. اینجا 37 بوده، پیش بینی کردن که بشه 37، شده 38. ببینید بعضی موقع خبر هم ممکنه که پیش بینیش اشتباه باشه. پس این هم از این سه تا مورد، ما تمامی این سربرگ‌ها رو بهتون گفتیم. خب حالا ما همه این موارد رو بهتون گفتیم، حالا چه کار باید بکنیم؟ این اخبار چطور میتونه روی معاملاتمون تاثیر بذاره؟ ببینید شما زمانی که توی بازارهای مالی، هر بازاری که میخواد باشه، معاملاتی رو انجام میدید، باید مراقب باشید. اگر به سبک کاری ما که تحلیل تکنیکال هست و به صورت کلاسیک کار میکنیم میخواید وارد معامله بشید، حالا روی هر چیزی، میتونه اونس جهانی باشه، میتونه مظنه باشه، میتونه دلار، ارزم به حضورتون یورو به دلار باشه، هر موردی که میخواد باشه، باید مراقب باشید که 1 ربع قبل از انتشار خبر، در حین انتشار خبر و 1 ربع بعد از انتشار خبر توی معامله نباشید. چرا؟ چون علیرغم اینکه ممکنه حتی تحلیل شما درست هم باشه، ولی به خاطر اون خبر یک نوسانی بازار بزنه و شما رو در چند لحظه کال مارجین کنه. پس ما اگر امروز اومدیم و بررسی کردیم اول صبح که ما ساعت 10:30 شب به وقت ایران روی USD دلار، اون چیزی که واسه هم مهم هست، خبر مهم داریم، من ساعت 10:15 تا، ببینید 1 ربع قبل از انتشار خبر، 10:30 میشه 10:15 و 1 ربع بعد از انتشار خبر تا 10:45 10:15 تا 10:45 من وارد هیچ معامله‌ای نمیشم و اگر توی معامله هم بودم ساعت 10:15 از معامله خارج میشم، ریسک نمی کنم که به تایم خبر معامله من برخورد کنه. چون میگم حتی شده استراتژی شما درست پیاده سازی کرده باشید، تحلیلتون هم درست باشه، ولی با یک خبر میبینید که چارت یه دفعه میره بالا یا یه دفعه ریزش میکنه و شما سرمایه‌تون رو از دست میدید. پس کاربردی که داره به این صورت هست. ببینید من روز بعدی رو حالا اینجا نگاه کنم، اول صبح اومدم توی سایت دیدم که ساعت 5 بعد از ظهر من 3 تا خبر فوق العاده مهم روی دلار دارم. خب آقا من ساعت 4:45 تا ساعت 5:15 بعد از ظهر وارد معامله نمیشم و در تایم خبر معامله انجام نمیدهیم. اون کسایی که روی تایم خبر میان معامله انجام میدن سبک در واقع فاندامنتال کار میکنن و خب میخوان از اون نوسانات شدید خبر بیان و سود دریافت کنن. و یک نکته دیگه هم بهتون بگم، خب بعضی از عزیزان میگن که خب این اخبار حالا چه تأثیر روی قیمت طلا داره، حالا چه بازار مظنه چه بازار اونس جهانی، حالا ما به صورت اختصاصی روی مظنه کار میکنیم، این اخبار باعث میشه که رشد کنه قیمت مظنه یا اینکه ریزش کنه؟ اول اینکه من بهتون گفتم ما با این مورد کاری نداریم، ما فقط صرفا برای اینکه بدونیم چه ساعتی تایم خبر هست که توی اون ساعت معامله نکنیم کفایت میکنه. ولی با این حال ببینید مظنه خب ما میدونیم از دلار، از قیمت دلار و اونس جهانی میاد و تبعیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر دلار و اونس جهانی سعودی باشن مظنه قطعا سعودیه، اگر دلار و اونس جهانی نزولی باشن مظنه قطعا نزولیه، و اگر اونس جهانی سعودی دلار نزولی یا دلار سعودی اونس نزولی باشه، یعنی یکی نزولی باشه یکی سعودی باشه، مظنه احتمالاً که رنج خواهد زد و مقدارش خیلی تغییری نخواهد کرد. خب حالا اینجا ببینید مثلا این خبر مهمی که ما اینجا داریم، ببینید خیلی ساده من میام اینجا این گزینه جزئیات رو میزنم. خب این به ما گفته که از در واقع مقدار این خبری که قرار هست منتشر بشه از 22,000 تا میشه 55,000 تا. خب این به چه معناه؟ من میام این گزینه جزئیات رو میزنم توی گزینه usual effect، یعنی تاثیر احتمالی، تاثیر در واقع معمولا اینجوری تاثیر میذاره. گفته شده که اگر مقدار نهاییش بزرگتر از مقدار پیش بینی شده باشه خوبه برای ارزمون. یعنی چی؟
یعنی که اگر مقدار نهایی، ببین ما الان مقدار الانش 22000 تا، پیش بینی کردیم که 55000 تا. حالا اگر میگه مقدار نهاییمون از این چیزی که پیش بینی کردیم، از این پریویوسش که 22000 تا بیشتر باشه، که الان پیش بینی کردیم 55000 تا، میگه خوبه برای این ارز، یعنی در واقع باعث افزایش قیمت دلار میشه، افزایش شاخص دلار خواهد شد. یا مثلا یک مثال دیگه خدمتتون عرض کنم، بذارید من این رو پاک کنم. برای این خبری که اینجا داریم، مثلا اینجا که البته مقداری واسش پیش بینی نشده، مثلا این خبر، خب گفته شده که مقدار قبلی 400% احتمالاً، مقدار پیش بینی، مقدار قبلی 400%، مقدار پیش بینی شده هم 4.3%. حالا من این جزئیات رو که بزنم، دوباره اینجا واسم توضیح داده که میگه اگر مقدار نهایی کمتر از مقدار پیش بینی شده باشد برای USD مناسب هست. یعنی اگر این، خب الان این دو تا با هم برابره، پس پیش بینی میکنیم که تأثیری نذاره روی USD. ولی اگر این مقدارش، مثلا این مقدار الانش 4.3 هست و مقدار پیش بینی شده مثلا 4% بود و کمتر بود، طبق این نکته‌ای که اینجا بهمون گفته معمولا خوبه واسه USD و باعث افزایش نرخ دلار خواهد شد و باعث میشه که قیمت مظنه هم افزایش پیدا کنه. ما دقیقاً توی زمانی که این ساعت این اخبار داره منتشر میشه، یعنی 5 بعد از ظهر، فهمیدیم که دلار احتمالاً صعودی خواهد بود. حالا میریم اون طرف روی چارت اونس جهانی نگاه میکنیم که اونس به چه صورت خواهد بود و به چه صورت هست. در واقع اگر اون هم صعودی بود، ما پیش بینی میکنیم که احتمالاً مظنه بیاد و یک جهش قیمتی و یک افزایش قیمتی داشته باشه بر اثر این خبر. و حالا مثلا یک خبر دیگر رو بهتون بگم، این گزینه‌ام بهتون بگم، اون اخباری که ساعتش مشخص نیست و به صورت تنتیتیو نوشته شده، در واقع ساعت خبر مشخص نیست و شما باید در نزدیکی های اون ساعت خبر بیاید توی وبسایت و ببینید که ساعت دقیقش چه مقدار شده. پس کلیت کار رو کامل متوجه شدید. بخش فیلترها رو بهتون گفتم، این سربرگ ها رو بهتون گفتم. حالا اینجا هم یک سری امکانات داره این سایت. توی این قسمت بالا شما دارید چارت ارزهای مختلف رو میبینید، یورو به دلار، پوند به دلار، USD به JPY و موارد مختلف که اینجا هم میتونید بیاید خودتون یک ارزی رو اضافه کنید، مثلا یورو به JPY، سیو رو بزنید، چارتش رو اینجا برای شما نمایش میده. این هم مقدار فعلی در واقع این نمادی هست که این بالا نمایش داده میشه. مثلا اینجا ببینید گلد، این اونس جهانی هست که این میتونه به کار ما بیاد، مقدار فعلیش 4077 دلار هست و چارتش رو هم برای ما نمایش داده. کلیک هم کنیم، خب به صورت کامل چارتش رو برای ما نمایش میده. ببینید همین، چیز خاص دیگه‌ای برای شما نداره. این بالا یک سری نماد داره، اینجا اخبار جدید رو برای شما، اخبار مهم و جدید رو برای شما نمایش میده که بیشتر به کار فاندامنتال کارها میاد. اینجا هم اخبار مختلف رو میاد، ما با این جدول کار داریم. و پایین تر هم که بیایم باز هم حالا یک سری مواردی هست که به کار ما نمیاد و عرضم به حضورتون اگر بخواید روزهای مختلف رو، اخبارش رو ببینید، توی این قسمت سربرگ کلندر این بالا مشاهده میکنید. وارد که بشید ببینید کامل پشت سر هم، الان ما 17 نوامبریم که امروز تموم شده دیگه، 18 نوامبر، 19 نوامبر و روزهای آتی رو نمایش میده که راحت میایید گزینه فیلتر رو میزنید، اخبار مهم رو فقط مشخص میکنید روی دلار و دیگه این تغییرات ذخیره نمیشه. ببینید مثلا میبینید که فردا ما کلا یه دونه خبر مهم داریم اینجا ساعت 10:30 شب، پس فردا ساعت 5 بعد از ظهر داریم، پس این فردا ساعت 6:15 بعد از ظهر من مراقب هستم که توی این تایم، یعنی از ساعت 6 تا 6:30 من وارد معامله نشوم. و توی این سربرگ هم اخبار رو نوشته، توی این قسمت هم باز هم نمادهای مختلف رو داریم و همین. توی سربرگ اصلی هم که بریم این صفحه برای ما خواهد آمد. بسیار خوب، این از توضیحات کامل و جامع وبسایت فارکس فکتوری. حتما عزیزانی که روی بازار مظنه و اونس جهانی کار میکنن
صبح که از خواب بیدار میشید قبل از اینکه وارد معاملات بشید به مدت 2-3 دقیقه بیاید توی وبسایت فارکس فکتوری و ببینید که اخبار مهم روی دلار توی روز جاری چه ساعتی هست. اون ساعت رو مراقب باشید و توی اون ساعت وارد معامله نشید تا خدای نکرده متضرر نشید و زمانی که شما با این وبسایت بیاید اخبار رو رصد کنید دیگه میشه گفت که یک مرحله به حرفه‌ای تر شدن نزدیک شدید و خیلی میتونید به صورت حرفه‌ای تر و مصممتر وارد معامله بشید و معاملات خودتون رو مدیریت بفرمایید. خیلی خوب، انشاءالله که موفق و پرسود باشید. این ویدیو رو برای عزیزانتون بفرستید. فعلا خدا یار و نگهدار شما.